یه گوشه از تاریخ ایران هست که همیشه تو سایه مونده. نه تو مدرسه گفتن نه تو کتابا خوندیم. اسمش مادهاست. قومی که هزاران سال پیش تو دل کوههای زاگرس اولین امپراتوری ایرانی رو ساختن. پادشاه داشتن، قلمرو داشتن، جنگ و خیانت داشتن. و سرنوشت عجیبی که باعث شده اسمشون کم کم از حافظه تاریخ پاک بشه. اگه بدونی همین قوم پایه تاریخ ایران رو گذاشته، هنوز هم خیلی‌ها نمیدونن داستانش چی بوده، شاید بخوای این قصه رو تا آخر گوش بدی. چون قرار ماجرای اولین تاج و تخت ایرانی رو تعریف کنیم. داستانی که تاریخ هنوز بهش بدهکاره. خیلی قبل‌تر از اون که اسمایی مثل کوروش و داریوش خشایار روی این خاک به گوش برسه، وقتی تمدن‌ها یکی یکی داشتن قد علم می‌کردن و گوش کنار دنیای قدیم داشتن برای خودشون اسم و رسم در می‌کردن، یه قوم بزرگ تو دل فلات ایران داشت آروم آروم رشد می‌کرد. اسمشون مادها بود. مادها اصلا از کجا آمدن؟ داستانش اینطوره که حدود 3000 سال پیش یک گروه بزرگ از ابقام آریایی از راه قفقاز و دشت‌های جنوب روسیه اومدن پایین. وارد فلات ایران شدن. بخشی از اونها شدن مادها، یه بخش دیگهشون پارسا بودن که بعدن کوروش و هخامنشی‌ها از دل اونها در اومدن. مادها بیشتر تو نواحی غرب و شمال غربی ایران امروزی ساکن شدن. یعنی مناطقی که امروز بهش میگیم کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و شرقی و همدان. اول کار مثل بیشتر اقوام اون زمان قبیله بودن و هر قبیله هم واسه خودش رئیس داشت. نه پادشاهی بود، نه کشور درست حسابی، نه قانون سراسری، نه دولت مرکزی. اما همیشه تو تاریخ یکی پیدا میشه که نظم بده به بی‌نظمی ها. تو قصه ماتا هم یه همچین آدمی بود به اسم دیاکو. دیاکو اصلا یه مرد هوشیار و زیرک بود. بین قبایل به دادگری و عدالت معروف شده بود. میگن وقتی قبایل می‌خواستن یه قاضی پیدا کنن که بینشون حکم کنه، همه سراغ دیاکو میرفتن. حالا یه روز سر همه قبایل به تنگ اومده از هرج و مرج و قانونی. گفتم بابا بس دیگه، بیاید یکی رو انتخاب کنیم بشه پادشاه و همه ازش حرف شنوی داشته باشیم. هممون میدونیم که تو همچین مواقعی همه دنبال آدم درست حسابی میگردن. اینجا بود که اسم دیاکو بالا اومد. دیاکو هم قبول کرد. اون موقع حدود 700 سال پیش از میلاد بود که مادها اولین شاه خودشون رو پیدا کردن. دیاکو بعد از اینکه شد شاه یه کار مهم کرد. گفت اگه میخوایم کشور باشیم باید پایتخت داشته باشیم. پس دستور داد یه شهر بزرگ و مستحکم بسازن. اسم این شهر رو گذاشتن حکمتانه. امروز هم اگه بری همدان اونجا رو با همین اسم تاریخی میشناسن. حکمتانه یه شهر 6 حصاره بود. دیوار پشت دیوار، هر کدوم از قبلی بلندتر و ضخیم‌تر. این کار رو برای امنیت و جلوگیری از حمله دشمنان انجام دادن. توی دل این شهر کاخ و معبد و بازار و همه چی ساخته بودن. حالا همه چیز آروم و منظم بود، اما هر حکومتی تو تاریخ یه دشمن جدی داره. واسه ماتا اون دشمن آشوریا بودن. آشوریا اون موقع یکی از قوی‌ترین و خشن‌ترین ارتشای دنیا رو داشتن. امپراتوریشون از عراق امروزی کشیده شده بود تا شام و حتی مصر. معروف بودن به وحشیگری و خونریزی. اونا بارها به مادها حمله کردند. دیاکو هر چقدر هم تلاش کرد زورش به ارتش سنگین آشور نرسید. در نهایت مجبور شد باهاشون پیمان صلح ببنده و باج بده تا دست از سرشون برداره. بعد از دیاکو پسرش فرورتیش به تخت نشست. فرورتیش از همون اول قصد داشت یه ارتش منظم بسازه و انتقام آشور رو بگیره. فرورتیش آدم جنگ طلبی بود. هر چی قبیله و قوم دور و بر بود یا رفیق کرد یا شکست داد و آرامبرش رو بزرگتر کرد. بعد از سالها آماده سازی بالاخره به سمت آشور لشکر کشید. جنگ‌های زیادی بین ماتا و آشوری‌ها رخ داد. در یکی از این نبردها فرورتیش کشته شد. ولی همین جنگ‌ها پایه‌گذار اتحاد بزرگی شد که بعدها سرنوشت منطقه رو عوض کرد. بعد از مرگ فرورتیش پسرش هوشتقه به قدرت رسید. این مرد مهمترین شاه ماتا بود. هوشتقه فهمیده بود که به تنهایی نمیشه آشوری‌ها رو شکست داد. پس با اقوام دیگه همپیمان شد. مهمترین متحدش نبوبولولارز پادشاه بابل بود. اونا با هم ارتش عظیمی درست کردند و به آشور حمله کردند. بعد از جنگ‌های سخت و درگیری‌های سنگین بالاخره نینوا پایتخت آشور در سال 612 پیش از میلاد صعود کرد. نینوا رو با خاک یکسان کردند و آشور از صحنه تاریخ محو شد. این پیروزی بزرگ باعث شد مادها تبدیل به قدرتمندترین امپراتوری غرب آسیا بشن. بعد از فتح آشور هوشتقه تونست خارنبوش رو تا آسیای صغیر، آذربایجان، ارمنستان و شرق فلات ایران گسترش بده. حتی گفته میشه بخشایی از ترکمنستان و تاجیکستان هم تحت فرمانش بود. توی این دوره مادها به شکوفایی فرهنگی و اقتصادی رسیدن. شهرهای جدید ساخته شد، جاده‌ها هم شد، به بازرگانان و صنعتگران آزادکاران کار می‌کردند. خود حکمتانه هم حسابی رونق گرفت. کاروان‌های تجاری از هند تا مدیترانه توی بازارهای حکمتانه معامله می‌کردند. زندگی مردم ما توی این دوره خیلی بهتر شده بود. اما مثل همه حکومت‌های تاریخ دوران طلایی همیشگی نیست. بعد از هوشتر پسرش آستیاگ به قدرت رسید. پادشاهی آستیاگ نسبت به پدرش کم فروختر بود. گرچه مادها هنوز قدرتمند بودند ولی کم کم مشکلات درونی، شورش‌های قبیله‌ای و فساد درباری شروع شد.
از طرف دیگه در جنوب ایران قوم پارس به رهبری کوروش بزرگ در حال قدرت گرفتن بود. کوروش دوم، همون کوروش کبیر که نوه آسیایی از طرف مادر بود، علیه مادها قیام کرد. ارتش کوروش که ترکیبی از پارسا و اقوام دیگه بود، در نبردی با مادها حمله کرد. در نهایت آستیاک شکست خورد و اسیر شد. این اتفاق در سال 550 پیش از میلاد اتفاق افتاد. بعد از این شکست، امپراتوری ماد در دل امپراتوری تازه تأسیس هخامنشی حل شد. کوروش باهوش و سیاستمدار بود. به جای اینکه مادها رو نابود کنه، بیشترشون رو در حکومت جدیدش نگه داشت. مادها همچنان در مقام‌های عالی دربار ارتش هخامنشی حضور داشتند. گرچه امپراتوری ماد به پایان رسید، ولی فرهنگ، زبان و سنت‌های اونا توی هخامنشی‌ها و حتی بدتر توی تاریخ ایران باقی مونده. حکمتان قرن‌ها بعد هم شهر مهمی موند. همین حالا هم اگه بری همدان میشه بقای حکمتانه رو دید. مادها اولین دولت منسجم در تاریخ فرات ایران بودن. اونا پایه‌های حکومتداری، سیستم ارتش منظم و شهرسازی رو توی این سرزمین بنا گذاشتن. امروز اسم مادها شاید کم شنیده بشه، ولی اگر دقت کنید ریشه خیلی از سنت‌ها و حتی واژه‌های فارسی امروز از همون مادها میاد.